ساعت چند بجه بچه؟ ساعت چند بجه؟ دکایا 10:01 آه و بیلو سیکو چه میگم؟ مامان برو که چوش به جای دعوت هم فهمیدی؟ دست به زیر نکنی غلط نگیری کارتونی هم فهمیدی؟ خلیفه من چی بخورم؟ یک 20 ساندویچ از این دیپانا بخوست کنم 20 ساندویچ؟ سیر خواه شدم سیر میشی چه سیر نمیشی؟ سیکو چی میگم؟ بس اینا غلط نگیری که کارتونی هم فهمیدی؟ نه آه من نبافم نه تو میتونی بافته؟ پیار و بسرا با من گاهی به من میگه تو سادی دیونی همه تا پیار من بگفتم مادر من بگفتم دیونی شدم ساده شدم همه تا بموندم خلیفه هم به هر جا میدون شاگرد میشون میگه تو این کار نمیتونی بکنی این کار نکن خب همیتا شما بگیم به سر زمان ها مردم بشینه که گیلک بیکاریه کار هم یاد نمیگیره اگر اول بگو کار کو که یاد گیری کی یاد گرفته تا شاگردی نکردن اما اگر درم بند باشه مثل یک خونی بریم ایچینو میگه نمی انال خلیفه تا بیای قرار یک چیزی تیار میکنه تینه اونی آجوران گذاشته مقبول قرار که دیگه تیار میکنه که بیای خود خلیفه کیف کنه که او وقت بفهمه که لگ کار میکنه یاد داره و علیکم. شکر. گفتم این محله به تازه آمده مرا یک جا تنور ملی میگردن یک تنوری بستانم سراغ نداره شما؟ همین همسایه ما اینجا تنور میماله تنور جاده خب بچه من گیلک هم اینجا کار میکنه ما دیگه میرم سر نمکسار میرم که نمک کتم کجا برام بسیدی کجا؟ تنور جاده سکلیخی که هست تنور جاده دیگه همین دکونه هم اینجا تنور میماله تنور تیار میکنه خیلی خوب دست شما درد نکنه خیلی حالا دختر خاله به تو میمیرم حالا دختر خاله به تو میمیرم گل بند طلا به تو میگیرم گل بند طلا ارزش نداره گل بند طلا ارزش نداره منو که بیتره به تو میگیرم اسلامشیم یا نه
بابا به خلیفه متاشه میگم میگیره ما چون مثل ما قاشقای که ما فیلمی میخوره هزینه میگیره به کلمای کش میکنه. آره دیگه دیوار چینی هم خیلی سخته. وای 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 وای. و 10 دقیقه نال 4 منزله میچینم. کل سام گرفتم که بعد باشه. چه کار میکنی بچه؟ چه شدی؟ بله. چه کار میکنی جیگو؟ بله خلیفه بچینو. اینا چی؟ اینا این خشتا چه بده برازی؟ بچینو. الان شما هم چیزه اما کاسگاه پشباقه بگیریم پشباقه کش کنیم روی من به تو نگفتم که تو به این کاری که کاری که نمیفهمی دست نزن. اشته میفهمم خواهنه بچینو. این خشتای گلای که به چی عردم شدی ما اینا تیار کردیم اینا با دم که توی اینا هم خشتا ملیدی خاک با کلیتا باشه. برو جناب که خشتا هم نمیتونم بنده یک ذره فهم و درک نداره. با تو نگفتم با کاری که نمیفهمی دست نزن. تو سعی کن که این گلا ما با چی عردم شدی با دم میکنی و ریشتی بیار نیا خشت چینده. اگه تو به خشت میبونه من میادشون با خشت بچینم. من میزان که خو میزان میدن. بابا جان تنور به خشت چینده میشه که تو میای به خشت بچینی بود. بچینی چی نفر؟ همین من با چی میچینم؟ این خشت که دبلتره 10 سنتی و 20 سنتی دبلتر میه. اصلا تو با کجا کلون شدی ها؟ به سرا خوب بیا این گیلار چی لغت کردی؟ خودتونو؟ بله گیلار چی لغت کردی؟ خب شما نگفتین لغت هم بکنید. من کی گفتم لغت کنی؟ من گفتم کمی از اینجا بگیر اگه تیار کنم اومده کنم کی گفتم تو لغت کنم؟ تیشی با صبر کنید خلیفه. تیشی با صبر کنید شما میتونم مخم میگیرین خود خلیفه. مخم میگیرم تیشی با لا حول ولا برو پاپا برو تو بدر نمیخوام برو بدرشو. بله برو بدرشو. کجا برم؟ برو اون جایی که کلون شدی. من به سراخ خوب کلون شدم. برو به سراخ برو. توی یک ذره فهم و درک می‌گیره که من اینا به چی عردم شدی از محل نماز میام یا کار میکنم اینا تیار کردم اومده کردم توی بگی که به خش میچینی. دم نکرد تو به تو گفتم دست بی کار نمی‌کنی دست نزن. پیار من بابا مادر ما بابا میگه تو دیونی خوابت دیونه کلون شدم. شما میگم یاد نمیگیری خو یاد نگیرم چوبم من. آخه بابا جان کار آدم با خوش به مرور زمان یاد میگیره. نه که از تو بیای خب تو می‌بینی که من به چی عادت کردم تو بگی خش میچینی. من یک رک چیندم. وای برو بابا برو تو به دردمون نمیخوره برو من تکای به اینا به چه عرب شدی تیار میگم تو به اینا بزنی خراب کنی برو تو به دردمون نمیخوره برو به جا برو خدا بهم این کار به دردمون نمیخوره این کار یاد نمیگیری برو برو خدا رو تو بداری جواب کن نونم نخوردم پول کوا دادم چی کردیم 20 ساندویچ چی کردیم خدا اگه بیستی این به قلبم بگیره من به 20 لیره سرمیشو نصف سنجبتی میدم میگم بخرم با تو یک شب فرمان ساندویچی که تو سرشی هواتون رو به خرج خونه بریش تو دیگه کار نمیکنه خیلی برو ماما برو تو در رو نمیخری برو والا رفتا خودم برو کشا خودم برو یالا خلیفه این کبشام همینجورا پست شده خب چیکار کنم من؟ تو بده مثل که هفته تو هفتگی تو ندم خب من اینجورا که لغت کردم من خواه کار برای خودم اینجورا
اینا پای با خدا مالم که خرید بیا ده پمپ نظر خیلی بیا بیا برو بده من جواب بیا خود چه برو جواب بیار خواهی بده که تو نفهمی تو به قبل نمیفهمی همین زحمت کشی آور همه سری به خاکستان کنی برو سراغ برو چه بگم چه شدی سعی کنم من بوزگال ازی بخال بیری بشه آخه تو چند وقت خودیم کار میکنی معذرت بودن میتونم من آخه این دفعه اولتونه اشتباه اگه دفعه اولتونه که بگم خیر دفعه اولتونه پیران منم باد برده خلیفه او روز دیگه بگیریم تنور رو چپه کنیم و به چردم شدید یا کنم تیر شدید ایت بپردازی و بزی برازی و بزنی تنور برو دیگه مانه برو تو بدن نمیخواه برو بیدو شو برو پیران من هفته بابت کنم پیران منم برو قبل نزن برو بگی نه برو به خدا به این ندارم برو قبل نزن برو یک قبلی بخود تنیرها شما همه بشکنه برو قبل نزن برو فقط دفعه اول از اینه که بگو خیلی دفعه اول نقامه نداره دفعه دیگه خوب میشه یک کنس بر سرود ما با سرمی تنور کار میکنه زنی خراب کردیم بعد من خودی و توی چی نگفتم باز حالا با دوباره دل هسته که بری چی نگم گلای که با چی مشکلات مینا تیار میکنم میرم بیبی خوب میگم که وقت شما به سر زمره به دیوهی کنه برو من بیبی خوب میگم بر کی میگم مزدوری مردم سختی که مزدوری مردم است لا بجيتو ترى صار كونه مدي بله بابا چرا سر کاره میدی؟ تو سرسو نگفتی که من میرم که تنور تیار کنم چیکار کنم فلان کنم خود چرا بیا میدی؟ همیت گوش ننیم بابا من خلیفه من یک لقمه نانه به من نداد 20 روپیه بداد که سنجبیت بخره سنجبیت یک پولی سنجبیت شد بستندم گوش نگیزوف کنم بابا مر بیرو که چه بیرو که؟ چی خاطر بیرو که؟ گفته که از این نمت به من کلایی نمیشه با چه کار کرد؟ بعد از من یک کار خرابی بکرده که بیاد نه او او همه تنور تیار میکنم من بگرفتم از 10 سنتی 10 سنتی بری و تنور تیار کردم بیامد من اونجا سلت که من که میفهمم که تو خرابی نکنی و منطقه خساره نرسونی تو بچه دست منی بفهمیدی؟ حتما برای مثلا خساره رسونی که من از آجور بگرفتم از خشت از آجور 10 سنتی تنوری چیندم بیام خراب که اینای تنیه شیدی ما اینا تیار کردیم اینا بدم که توی نه بجو خشتا ملیدی خاک با کلته باشه برو جناب که خشتا نمونه اون طرف اندا کس از آجور هم تنور میچینه ها؟ من گفتم زودترشه تو برسه که کسم یاد گیری
کسم یاد گرفتی نه؟ کسم که آجر بالیم کنی تنور تیار کنی میفهمی؟ اصابه خیلی خوشی بی و غیله‌ای کمر رو به همت بسته میکنی با تو بگفتم که بیا که برن خودت همین تلا نمک اومده برن تا کنه ما کل خراسته کو بس ساعت دیر متعد تلا نمک تا کردم 2.5 ساعت حقم شده اگه تم میرفتی 2.5 ساعت حقت میشه 5 ساعت دیگه هیچ رو به هیچ کار دیگه تو نمونده که بری تو کار کنی غیر از که کمر خوب همت بسته کنی خود پاجوف بری خودم همین نمک کار تا کنی دیگه هیچ کاری هم نداری من کمر من به درد میآید کمر تا کمر یکی نمکو کمر تا کمر من بیتر نیه و شما آدم پخته من نیم تو چیکار شده که پخته دی کلانتر چیزی میشه که پخته نی نه خود نمکا شوره اون اگه به تشونامه برسه مگرم برابر 2.5 ساعت روز من به سرکل خواهی بریزم یکم تا سو مگر نانه تشونامه بخورونه راست میگی همیشه شوا دیگه نانه تو تشونامه میخورونه یک ساعت دیگه نیه که یک ساعت گپ مفیزنی نمک هم بیده که بیدشون آدم باندوی غیر گپ مفته بالا کنی به ترگیشو میزن حالی من میرم خواهی کار دیگه میکنم دیگه هیچ کار ماره که نیه من نمیتونم این گپا نیه گیل اگه من خراب نکرده بیشتر دیگه و تو گفتون سوا سو از 7 بجه کمر به همت بسته میکنی که مگه خودم بریم نمکار تکنی تو به هر جا شاگرد کردم من بخونم فهمیدی یک روزم به پایان نرسیدی یا به ساعت 10 بجه میدی یا به ساعت 1 بجه بخونه میدی که من خریفی بدر کرده بگم نمیفهمی من چی میبام حالی کنیه دیگه من وقتی چیلکی بیدم طالب من شما همون وقت که با من عقل کمال یاد میداده من حالا دل جمع میشدم عقل کمال من پره میشد وقتی عقل کمال من پره میشد همه گپا یاد میگرفتم یک کم گناه شما و ننه منه چرا گناه با هر جا میگین گیلک دیونه مردم به سر زبان مردم افتاده با هر جا میرو مرتگه میگه تو کار نمیکنی کار نکنی همین که بگی با بچی خودم بگه تو گندی میگه گنده یا تمام مردم میگه گنده بابا جو هم کارا گندی که میکنی که مردم به تو میگه گندی هم گفتم تنور کس از آجور میچینه اوما گفتون زودترشه گیل اگه امال که تو گفتم